سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من کیدام و خوش اومدین به ویدیو جدید من. امروز میخوام به عنوان یه مولتی پلیر بتل پلی بدم. چند تا مچ زدم و رومر نمیدونم چرا بعد از اینکه میره تو لابی همه ممبرا رو کیک میکنه و ما علنا نمیتونیم ریلود کنیم و خیلی اوضاع بدی به وجود میاد. سر همین تصمیم گرفتم که چند تا مچ رو کات کنم و بچسبونم کنار هم دیگه تا یکم طولانی تر بشه ویدیو. خب دیگه حرف بسته، بریم سراغ گیم. 100% که میریم بلک مارکت. یا خدا، وای به من کار نداشته باشید لطفاً. اوکی گان دزدیدش. نه داشتیم شما رو از اینا برو بالا، شما رو از این برو بالا، از این برو بالا. از این برو بالا منظورش فکر کنم بیلبیلکه بود که پرتابت میکنه تو هوا. وایب نمیشی مشتی، نگران نباش. چه خر تو خریه. تیر بزن. چرا تیر نزدم؟ اینجا که خوب بوده همه چی. امیز دومیز سه ومیش خورد. به نازن نه پتانسیلشو دارم. YouTube مادر جنگ یه بسته نداشته کن مادر Anche devo vai tornamento. وایسا بنده خدا، او چه لوتی داشت. پشمان زشته و خدا. نه خب با من نبود خداش. داره به سوارس فوش میده. باید تمرین کنم یکم هیپفایر بزنم. نمیدونم چرا همش ایم میکنم. کجا گمش کردم. همشون ننهاشون جنده میشه شب در کار میشه ننهاشون جنده اینا خیلی خوبه واقعا.
این همونی بود که فوش داد بهم. بچه پرو. وای چه خر تو خریه باز. وای چرا رفت؟ بابا میشه در دیوار بهم تیر نزن یه لحظه؟ من باید این باکس لوت همون بیل بیلکش که میاد و باید اون بیل بیلکش رو جاشو. بابا چه خبر؟ چرا من شلوغه؟ خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو دیدین. امیدوارم لذت برده باشین و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.